سوال 42. اگر انسان بداند که الله به توحید امر کرده است و از شرک من کرده است مردم را، آیا این 7 مرحله در حق او تطبیق می شود؟ جواب نه. نه همه این 7 مرحله تطبیق می شود. بسیاری مردم در بعضی هاشون میمانند، قرار میگیرند. چگونه که از شرح داده میفهمونیم. مرحله اول این دانستن بود، آن امری که الله بر تو کرده است. بسیاری از مردم میدانند که توحید حق است و شرک باطل است، ولی برایشان مهم نیست در پی فهمیدن آن. برایشان مهم نیست که از پی فهمیدن آن بیروند و حرکت کنند، در حالی که بدونند که شرک این قبیح ترین چیز است. عمل انسان را باطل می‌نماید، نه که آن را نمی‌آموزند. توحید اصل نجات انسان است، آن را نمی‌آموزند. می‌دونند که ربا، سودخوری حرام است، ولی آن را انجام می‌دهند. می‌دونند که خوردن مال یتیم حرام است، ولی از حرام خوری خود را باز نمی‌دارند. مرحله دوم، دوست داشتن. مسلمان حق دارد چیزی را که الله نازل کرده است دوست بدارد و کافر کسی است که آن را بد می‌بیند و رد می‌کند. اما بسیاری از مردم پیامبران را دوست نمی‌دارند و آنچه را که پیامبران آوردند آن را دوست نمی‌دارند، بلکه با آن دشمنی می‌ورزند، به احکام شریعت دشمنی می‌کنند. حتی اگر بدونند که این از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده است، بازم برای دشمنی می‌کنند، چگونه که دیده ایم. مرحله سوم، قصد و نیت کردن. بسیاری از مردم می‌دونند و دوست می‌دارند، اما جرأت عمل کردن را ندارند. از ترس آنکه دنیایشان از دست می‌رود، دنیایشان تغییر می‌یابد. مرحله چهارم، عمل کردن. بعضی‌ها نیت و عمل می‌کنند، ولی وقتی می‌بینند که در نزد مردم یا در نزد شیخ‌هایشان این عمل پسندیده نیست، این عمل را ترک می‌کنند. به خاطر مردم دین الله را ترک می‌نمایند، احکام شریعت را ترک می‌نمایند. مرحله پنجم، خالص و درست بودن عمل. بسیاری‌ها عمل می‌کنند، نه که عملشون خالصانه نیست، در آن اخلاص نیست، و یا اینکه عملش درست نیست. شاید خالص از برای الله بود، نه که مطابق شریعت پیامبر نبود. شاید مطابق شریعت پیامبر بود، نه که خالص از برای الله نبود. و مرحله ششم باشد احتیاط از باطل شدن عمل. حتی صالحان از باطل شدن عملهای خود میترسیدند، خوف داشتند. چون الله میفرماید که ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، مبادا عملهای شما باطل و نابود و حبطه بگردد در حالی که شما نمیفهمید، نمیدونید. سوره حجرات آیه 2. اما در زمان ما باشد این احتیاط و ترس از حبطه شدن عمل چی بسا کم از مردم است که بر این احتیاط نمایند و از این ترس داشته باشند. مرحله هفتم، مرحله آخران، صبر و پافشاری. صبر کردن در عمل و ترس از سوی خاتمه، از مرگ بد. پس این از بزرگترین چیزهایی است که حتی صالحان از آن میترسیدند، از خاتمه بد میترسیدند. پروردگار خاتمه ما را نیکو بگردان، بر ما خاتمه نیکویی را نصیب گردان.